گروه دوبلاژ چکاوک با افتخار تقدیم می‌کند. گرگی ای بابا. سلام فردی. سلام بانی. تو نگهبانو ندیدی؟ فکر کنم دوباره لباسشو نپوشیده. خب معلومه که میشناسم. آره، من یک چیز متوجه شدم اینه که اون همیشه لباس فردی رو میپوشه. خب به نظرم یه جا دیگه رو باید چک کنی، مثلا اونجا. آره شامون اومدم تیکت کنم. ای نالوچه چشم. وایسا، تو نگهبانو دیدی؟ آره اون حیفنون رو به روته. نه اون که فردیه. نه اون کاری میکنه که ما اشتباه بگیریمش. میدونی یه نقاب شبیه صورت تو. اگه اون فردیه چرا هی تو صورت من نور میندازه؟ خب مشخصه تو ترسوندیست. ترسوندمش؟ یه بار دیگه نور بندازی این قلاب تو چشته. باکسی آروم باش. نه من تنها کسی هم که توی این محوطه میتونه این زبون بسته رو شناسایی کنه. بالام بای نظر تو چیه؟ من برام مهم نیست اون فردیه یا نه، من فقط میخوام اون باطلی های استخونیش رو بکنم. اینجا دیگه آخر خطه، خودتو نشون بده شعبون. اون مشقیه. میدونی چیه؟ فردی کجاست؟ ما که دوتا فردی نداریم درسته؟ فردی؟ علیک. عالیه حالا شدش دوتا فردی. ای جان بانی انقدر اصاب منو سگی نکن. صبر کنید، قضیه چیه؟ میگه فردی نگهبانه. اون شعبونه. نه بابا اون که فردیه. خرس شل مغز تو فردی. تاکسی کمتر مصرف. کدوم گوری بری؟ ساقی تو گیر بیارم. من هنوز گیج شدم. بانی ببین. سب کن ساعت چنده؟ سلام بچه ها. ای منگل ساعت چنده؟ 5:59 دقیقه صبح. 5:59 دقیقه؟ نگاه خودت طول سگشه. نگهبان شعبانی؟ باطلی نه من فردیم. آی نفس کش. رستوران خرچنگ؟